4 تا کار کاسبی که عالی داره جواب میده، درآمد روزانه‌اش مثبت $100، انجام دادنش هوش مصنوعی خیلی راحت و آسون کرده، آخریش هم از همه جذاب‌تره. اولین کار محصول دیجیتال درست کن. یه بازار مثل آنلاین شاپ ها رو هدف قرار بده، یه محصول $35 مثل قالب پست و استوری براشون درست کن و فروشش رو روزانه 5 بار تکرار کن. دومین کار آژانس محتوا سازی درست کن. یه کارفرما پیدا کن، از ایده تا اجرا همراهیشون کن، سناریو بده، تقویم محتوایی و اجرایی بهشون بده و درآمد فوق‌العاده‌ای برای خودت درست کن. سومیش از سیستم گوگل ادسنس استفاده کن، داخل یوتیوب محتوا درست کن، هم از تبلیغاتش درآمد داشته باش، هم از سیستم افیلیت و همکاری در فروشش. چهارمیش که از همه جذاب‌تره، از سرتاسر دنیا کارفرما پیدا کن و خدمات و سرویس‌های آنلاین بهشون ارائه کن. بهش میگن فریلنسری. هم از طریق وبسایت‌های واسط میتونی این کارو انجام بدی، هم از طریق پلتفرم‌ها. وبسایت‌های واسط درآمد سریعتر بهت میدن، پلتفرم‌ها درآمد بیشتر و پایداری بهتری دارن. اگه میخوای یک نقشه راه کامل داشته باشی و یک ذهنیت فوق‌العاده بهت بدم که درآمد آنلاین و دلاری خودت رو استارت بزنی، کافیه کلمه نقشه رو برام بفرستی تا هم نقشه راه تو رو دریافت کنی، هم یه هدیه فوق‌العاده.